یک سوال: اگر آلفا و بتا ریشه های معادله 2x2 به اضافه m منهای 2 در x منهای 3 مساوی 0 باشد و 1 بر آلفا به اضافه 1 بر بتا مساوی 3 مقدار m را به دست آورید. خب دقت کنید دانش آموزای عزیز، این سوالاتی که ما حل میکنیم سوالات آزمونهای پایان ترم، چه نوبت اول، چه خرداد، چه سوالات نمونه هست. پس بنابراین می توانید همراه با ما این سوالات را حل کنید. خب اول که ما این رابطه را به ما داده محاسبه می کنیم. 1 بر آلفا به اضافه 1 بر بتا مساوی با 3. در این جور مواقع حتما در اینجا یه جمع و تفریق، یه مخرج مشترک گیری کار ما رو ساده میکنه. خب یه مخرج مشترک میگیریم. مخرج مشترک بین آلفا و بتا مثل آ و ب در نظر بگیریم، میشه آلفا ضرب در بتا. خب دقت کنید که آلفا و بتا ریشه های معادله هستند. خب آلفا بتا تقسیم بر آلفا میشه بتا، صورت میمونه ضرب در 1 بتا. آلفا بتا تقسیم بر بتا، بتا با بتا ساده میشه میمونه آلفا به اضافه آلفا مساوی با 3. در نظر بگیرید که ریشه اول ما مثلا اسمش آلفا هست، ریشه دوم ما اسمش هست بتا. خب در اینجا خیلی راحت ما با این رابطه روبرو هستیم که جمع دو ریشه تقسیم بر ضرب دو ریشه معادله درجه 2 مساوی 3 است. آلفا و بتا جمع دو ریشه های معادله درجه 2، یعنی به عبارت دیگر این مقدار S هست. آلفا ضرب در بتا هم مقدار P است مساوی با 3. ادامه میدیم. S به چه شکل به دست میاد؟ به این ترتیب. S که جمع ریشه ها هست، پس دقت کنید S جمع ریشه ها هست، برابر است با منفی ب تقسیم بر آ. منفی ب چه مقداری هست؟ خوب دقت کنید، ضرایب معادله ما مقدار آ، مقدار ب و مقدار 3 منفی رو جا نگذارید. اینجا مثبت به خاطر این دور نکشید. A، B و C. منفی ب چه مقداری هست؟ M منهای 2. این منفی رو داریم، M منهای 2 تقسیم بر آ تقسیم بر 2. مقدار P چقدر است؟ برابر است با 3 آ یا 3 بر آ. 3 منفی 3 هست، آ هم منفی 2. پس بنابراین ما اس و پی را در اینجا قرار میدیم به این ترتیب. به جای اس می نویسیم منفی ام منفی 2 تقسیم بر 2 تقسیم بر این مقدار اس بود. پی هم میخوام در اینجا فقط 2 مثبت هست، اشتباه نکنید. پی هم منفی 3 دوم مساوی است با چقدر؟ 3. پس S بر P مساوی 3. خب ما یه دور در دور نزدیک در نزدیک انجام میدیم، سوال ما به شکل ساده تری در میاد به این ترتیب. صورت ضرب در دورترین مخرج و این مخرج پایین در نزدیکترین صورت. دور در دور، نزدیک در نزدیک. خب ضرب میکنیم میشه منفی 2 پرانتز باز m منهای 2. 2 رو در این ضرب میکنیم میشه منفی تقسیم بر پایینی میشه منفی 3 ضرب در 2 مساوی است با 3. خب ساده تر کنیم. اینجا حاصل ضرب 2 با 2 ساده میشه، منفی با منفی رو میزنیم ساده میشه، میمونه m منهای 2. صورت ما چی باقی میمونه؟ m منهای 2 تقسیم بر 3. علامتش رفته، منفی بر منفی ساده میشه، مساوی است با 3. خب طرفین وسطین ساده. m منهای 2 مساوی است با 9. 2 رو میبریم به سمت راست، m منهای m مساوی با 9
به اضافه 2 رو جا به جا کردیم. m مساوی هست با 11. خیلی راحت. منتها چیزی که در اینجا بسیار مهمه جمع ریشه ها هست، فرمولش رو بلد باشیم، ضرب ریشه ها هست و این رابطه رو ساده کنیم. پس بنابراین ما بایستی فرمول جمع و ضرب ریشه ها رو بلد باشیم تا بتونیم رابطه ها رو استفاده کنیم. موفق باشید.